باور نکردنی است. ولی از غصب قدرت در افغانستان از سوی جنگجویان حرکت تندرو طالبان یک سال پورا گذشت. 15 آگوست سال 2022 وقتی جنگجویان طالبان وارد کابل شده احیای دیگرباره رژیم خود با نام امارت اسلامی افغانستان را اعلام کردند، کم کسی باور میکرد که این رژیم بتواند دل بپاید. در روزها و هفته‌های اول اینترنت مالامال ویدیوهایی بود که چگونه جنگجویان نادیده از دشت و صحراها بار اول به محیط شهر افتاده به همه چیزی که در زندگیشان بار اول میدیدند، از اونیتاز و وان تا اتراکسیون و میمانخانه و طربخانه های شیک با چشم حیرت مینگریستند و ویدیو میگرفتند. اکثر مردم آنها را به باد مسخره میکشید و مطمئن بود که این وارورها دیر نمیپایند. ولی انتظار برآورد نشد. دست کم در یک سالی که گذشت، در دوام این یک سالی که گذشت، حرکت طالبان البته نتوانستند اعتراف رسمی حکومت ساختارش را از جانب یگان کشور و حتی از سوی پاکستان و قطر که حامی اساسی این رژیم نو کابل شمرده میشوند به دست بیارند. ولی باید اعتراف کرد که این حرکت تندرو برخلاف انتظارات اکثر توانست به صورت عموم وضع را در افغانستان زیر نظارت خود نگاه بدارد و همه کوشش‌های تشکیل مقاومت مسلحانه به ضد این رژیم تا امروز بیشتر آهنگ تبلیغاتی داشتند و اساساً در اینترنت به صورت آنلاین پیشرفت داشتند تا در سنگرهای واقعی. همین طور طالبان توانستند در این یک سال حکومت خود در چندین کشور از جمله در مسکو پایتخت روسیه سفارت‌های افغانستان را از دست دیپلمات‌های حکومت پیشین کشیده بگیرد و افراد خود را در این سفارت‌ها جابجا کند. همین طور هیئت‌های طالبان امروز به نشست‌های مهم به کشورهای گوناگون از جمله به چین و روسیه و ایران و ازبکستان دعوت میکنند که نمونه‌هایش حضور طالبان در حومه اقتصادی پتربورگ و انجمن اخیر مسائل افغانستان در تاشکند و همین طور سفرهای وزیرای خارجه طالبان به چین و ایران و چندین کشور دیگر منطقه و بازدید چندین وزیر خارجه از کشورهای دیگر از کابل و ملاقات‌ها و دستفشاری‌هایشان با رهبران حکومت ساخت طالبان بود. یک سال پیش در نیمه اول ماه آگوست سال 2021 به جنگجویان طالبان همگی 2 روز کفایت کرد که در پیشروی خروج آخرین نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان امریکا و ناتو همه شهرهای بزرگ و همه 34 ولایت افغانستان را تقریبا بدون جنگ از دست اردوی دولتی گویا 300,000 نفره حکومت قبلی کشیده بگیرد و روز 15 آگوست همین گونه بدون جنگ و مقاومت وارد پایتخت افغانستان شهر کابل شوند. ولی در این یک سالی که گذشت همه کوشش‌ها به جنگ ضد طالبان خیزاندن مردم در افغانستان نتیجه چشمگیر تا حال نداشتند. کشورهای دنیا به ویژه قدرت‌های عمده نیز تا کنون به فعالیت جبهه ضد طالبان علاقه چندان نشان نمیدهند و تاجیکستان از اول نسبت به طالبان موقع تند آتش‌ناپذیر گرفت و ارائه جایگاه شایسته به تاجیکان افغانستان در حکومت نو را شرط اساسی اعتراف آن نامید و عملا در مقابل رژیم طالبان تنها ماند.